ماجرای یک صف طولانی مقابل موزه هنرهای معاصر تهران در متن و حاشیه‌های این هفته هنر و سینما. تعدادی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران که سالهاست توسط جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری شده، بیشتر از یک ماه در این محل به نمایش گذاشته شده. علاقمندان عام به هنر و هنر مدرن رو ما به عنوان مخاطبی نمایشگاه در نظر گرفتیم، ولی به صورت خاص دانشجویان هنر، اساتید، پژوهشگران در رشته هنر همگی براشون جالب خواهد بود. اتفاقی کم سابقه که باعث صف کشیدن بازدید کنندگان و حساس شدن چشم رسانه‌های مختلف شده. یکی از غنی‌ترین نمایشگاه‌های تاریخ موزه هنرهای معاصر تهران هست از حیث ارائه همزمان مجموعه آثار بین‌المللی از هنرمندان به نام دنیا. جدیدترین خبر هم این که نمایشگاه چشم در چشم تا هفته اول آذر تمدید شده. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.